سلام دوستان، یه لحظه بیا جلو. آقا بابک ببین این دیفرانسیل گفته بودم چند تا نکته بهتون بگم. تو سرعت 80 تا اگه زوزه داشت قطعا از گرام میل پیلیومتر. اینو دیگه تعمیر نکنید دوستان، اینو تعویض کنید، خرج بی خودی دست ملت نذارید. اگر هوزنگ و بولبرینگ و اینا بود اینو تعمیر کنید، وگرنه خرج بی خودی دست مردم نذارید. دیگه قطعی ما به اون صورت گرام پیلیومتر نداریم که تعویض کنی جواب بده. یه نکته بعدی هم بگم دوستان، خواهشاً یکم تو این گرونی فکر مردم باشید. طرف اومده پیش ما میگه 4 بار گیربکس تعمیر کردم باز سوزه میده. ما نگاه کردیم مثلا ربطی به گیربکس نداره، این دیفرنسیالش سوزه داشته که به خودی 4 بار گیربکسش باز کردم. یه نکته طلایی این کلیپ بیا جلو ها. این مال نیسان دیزله، این دیفرنسیال. این مال نیسان معمولیه. ببینید از نظر شکل ظاهری هیچ فرقی با هم ندارن. یه نکته طلایی بین این دوتا وجود داره، اینو تو کامنت ها برام بگین.